نگاه کنید، اول میریم وارد چی میشیم؟ وارد اکسید میشیم. بعد میریم کجا؟ میریم داخل این چیزا. اینجا زیر خط بکشیم، میریم داخل اینجا. بعد میریم کجا؟ میریم وی پی ان همون فعال میکنیم. حالا من وی پی ان رو بهتون همین بینویز رو میگم چون خیلی وی پی ان خوبیه واقعا. اگه واقعا سرور رو مثلا سرور شما روی چیه، مثلا روی فرانسه هست، میخواد بذارید روی یه دونه این کسچرا، حالا یکیشون میخوای بذاری. خب الان میخوام سرورم مثلا عوض کنم، میذارم رو فرانسه. خب بعد روشن میکنیم وی پی ان رو ثبت میکنیم، بعد میریم بیرون. بعد میریم اینجا که رفتید، بعد یه ذره ثبت میکنید صفحش لود بشه. این قرمزی که رد این اومد زدید نو ویل نه کد چرا گفت، میرید بیرون. خب رفتید که بیرون، میرید تو گوگل، همین شاپوکسید رو میرید داخل اینجا. بعد ریدم اچ آی دی تون هم باید کپی کنید. بعد میاد بیرون، اچ آی دی تون رو کپی میکنید. اینو یه کپی ریزی میزنید. کپی که کردید میاید، حالا گوشیمونم داغ کرده. خب کپی که کردید میاد همینجا میزنید دیگه. اینجا که اچ آی دی تون اینجا وارد میکنید، همینطور بیاید اینجا بزنید، فرقی نداره. بعد سرور شما عوض میشه. فقط حواستون باشه که عوض چیز درست پیدا. نه همین دیگه. نه الان سرور ما عوض شد، بازی جدیدتر میاره و چیز شما آسان تر باشه، سخت ترش میده، بازی جدیدتر آورده.